سلام به همگی. امروز قراره با هم یک کالبد شکافی جالب داشته باشیم از استراتژی قهوه پندار که یکی از برندهای موفق ایرانیه. میخوایم ببینیم این برند چطور تونسته توی بازار فوق‌العاده رقابتی و شلوغ قهوه برای خودش یه جایگاه ویژه درست کنه. پس بیایید با هم وارد دنیای پندار بشیم. خب، داستان از کجا شروع میشه؟ از یه سوال خیلی مهم. توی دنیای امروز که هر طرف رو نگاه میکنی یه برند جدید میبینی، واقعا چطور میشه یه ارتباط عمیق و واقعی با مخاطب برقرار کرد؟ یعنی فقط داشتن یه محصول خوب کافیه؟ معلومه که نه. پس راز موفقیت چیه؟ و جواب دقیقاً همینجاست. نکته کلیدی همینه که بفهمیم دیگه دوره فروش صرف محصول نیست. مشتری امروزی فقط قهوه نمیخره، اون دنبال یه تجربه است، دنبال یه حس خوب، یه دانش و حتی یه هویت میگرده و پندار این رو خیلی خوب درک کرده. البته که همه چی با یه محصول عالی شروع میشه. این دیگه شالوده و اساس کاره. این اولین و مهمترین ستون استراتژی پنداره. چون اگه کیفیت نباشه هر کار دیگه‌ای هم بکنی بیفایده است. ببینید، پندار فقط قهوه نمیفروشه. انگار داره داستان هر دونه قهوه رو براتون تعریف میکنه. با تمرکز روی دانه‌های تخصصی یا همون اسپشیالتی که بالاترین استاندارد کیفیت رو دارن و همینطور تک خاستگاه بودن، خیلی شفاف به مشتری میگه که ببین، برای ما کیفیت و شفافیت حرف اول رو میزنه. این اصطلاح تک خاستگاه فوق‌العاده مهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه برندی بهتون میگه قهوهش دقیقاً مال کدوم مزرعه و کدوم منطقه است، در واقع داره با شما اعتماد میسازه. داره بهتون این اطمینان رو میده که محصولی که دستتونه شناسنامه و هویت مشخصی داره. خب، تا اینجا فهمیدیم که یه محصول عالی پایه کاره. اما چطور میشه از این هم فراتر رفت؟ اینجا دقیقاً همون جاییه که پندار یه حرکت هوشمندانه میزنه و با آموزش برای مخاطبش ارزش اضافه تری خلق میکنه. بیایم ببینیم این رویکرد چطور کار میکنه. این اسلاید فوق‌العاده است. قشنگ نشون میده که پندار چطور یه مسیر رشد برای مشتریاش طراحی کرده. یعنی شما میتونید از یه علاقمند ساده که فقط مقاله‌های وبلاگشون رو میخونه شروع کنید و کم کم به یه شریک تجاری حرفه‌ای تبدیل بشید. این یه استراتژی هوشمندانه برای ساختن یه رابطه بلند مدت و وفاداره. این جمله از متن منبع به نظرم کل استراتژی آموزشی پندار رو توی یه خط خلاصه میکنه. پندار از یک فروشگاه قهوه به یک ثمر، یعنی منبع دانش تبدیل میشه. اونها دیگه فقط فروشنده نیستن، بلکه خودشون رو به عنوان یه مرجع معتبر و قابل اعتماد توی صنعت قهوه جا انداختن. خب، حالا بیایید یکم زوم اوت کنیم و تصویر بزرگتر رو ببینیم. پندار فقط به فکر مشتریای تک نفره نیست، بلکه با ساختن یه شبکه حرفه‌ای تاثیرگذاری خودش رو چندین برابر میکنه. این جدول خیلی واضح نشون میده که پندار چقدر ساختار یافته و حرفه‌ای برای همکاری‌های تجاریش برنامه داره. یعنی چی؟ یعنی فقط یه برند برای مصرف کننده عادی نیست، بلکه تبدیل شده به یه تامین کننده قابل اعتماد برای کل صنعت قهوه، از کافه‌ها گرفته تا شرکت‌های بزرگ. خب، از محصول و آموزش و اکوسیستم که بگذریم، میرسیم به یه بخش خیلی مهم، شاید یکم انتزاعی‌تر ولی حیاتی: شخصیت و هویت برند. پندار چطور با مخاطبش حرف میزنه؟ چه حسی رو میخواد بهش منتقل کنه؟ شعار اولشون رو ببینید، کاملا روی حس و حال تمرکز داره. قهوه پندار، انرژی مثبت در هر فنجان. پیامش خیلی روشنه. میگه این فقط یه نوشیدنی نیست، یه تجربه حال خوبه که بهت انرژی میده. و حالا شعار دوم که میاد و اون حس خوب رو با یه قول محکم تکمیل میکنه: پندار، کیفیتی که تفاوت میسازد. اینجا دیگه خیلی مستقیم داره میگه که وجه تمایز ما کیفیت بالای محصولمونه. این دوتا شعار کنار هم به احساسات مشتری توجه میکنن و هم به منطقش. و اما این اسلاید واقعاً نبوغ استراتژی دیجیتال پندار رو نشون میده. ببینید تفاوت رو. به جای اینکه برن توی اقیانوس قرمز و شلوغ کلمه‌ای مثل خرید قهوه رقابت کنن، خیلی هوشمندانه روی عبارات تخصصی تر سرمایه گذاری میکنن. این کار باعث میشه دقیقاً همون مخاطبی رو جذب کنن که دنبال دانش و کیفیته و خب احتمال خریدش هم خیلی بالاتره. خب، تا اینجا کلی جزئیات رو با هم بررسی کردیم. حالا اگه بخوایم کل این داستان موفقیت رو توی 3 اصل طلایی خلاصه کنیم چی میشه؟ اینها در واقع اساره تفکر و رویکرد پندار هستن. پس کلید موفقیتشون این 3 چیزه: تخصص، اعتماد و تجربه. اول از همه
تخصصگرایی. یعنی توی هر کاری که میکنن، از انتخاب دونه قهوه تا نوشتن یه مقاله، حرفه‌ای و متخصص هستن. بعد میرن سراغ اعتمادسازی که با شفافیت و آموزش به دستش میارن و در نهایت همه اینها رو توی یه تجربه کامل و 360 درجه به مشتری میدن. از لحظه‌ای که با برند آشنا میشه تا لحظه‌ای که قهوه‌شو مینوشه. و در آخر این تحلیل ما رو به یه سوال مهم برای خودمون میرسونه. اصلا فرقی نمیکنه کسب و کار شما چیه یا تو چه حوزه فعالیت میکنین، این اصول کاملا جهانی هن. یه لحظه فکر کنین برند شما، داستان شما داره چه اکوسیستمی رو میسازه. شما چطور میتونید فراتر از فروش یه محصول ساده، یه اکوسیستم کامل بر پایه دانش، اعتماد و یه تجربه فراموش نشدنی برای مخاطبانتون بسازید؟